قند ناشتام چند باشه بهتره؟ ایوانسیم چند باشه خوبه؟ قند بچه‌م قبل خواب چند باید باشه که دچار افت قند توی خواب نشه؟ سوالایی که توی دایرکت از من میپرسین و میخوام امروز بهش جواب بدم. برای دیابتی‌های بزرگسال غیر باردار قند ناشتا باید حدود 80 تا 130 باشه، 2 ساعت زیر 180 و ایوانسی زیر 7%. برای سنین بالای 65 سال ولی سالم و بدون بیماری‌های همراه بهتر ایوانسی بین 7 تا 7.5 باشه. ناشتا 80 تا 130 و 2 ساعت زیر 180. برای سالمندانی که بیماری‌های متعددی هم دارن ترجیحاً ایوانسی بهتر زیر 8 باشه. ناشتا کمتر از 180 و 2 ساعت کمتر از 200. در بارداری اهداف دقیق‌تره. ناشتا زیر 95، 1 ساعت بعد غذا زیر 140، 2 ساعت بعد غذا زیر 120 و ایوانسی دارای اهمیت نیست. در کودکان و نوجوانان جلوگیری از افت قند اولویته. بیشتر وقتا ایوانسی بهتر از زیر 7.5 باشه. ولی اگر ایمن باشه زیر 7% هم قابل قبوله. ناشتا بین 90 تا 130 و 2 ساعت کمتر از 180 و قند قبل خواب بهتر بین 90 تا 150 باشه. یادمون باشه اهداف قند خون برای همه یکسان نیست. اهداف قند باید بر اساس سن، ریسک افت قند، بیماری‌های همراه و کیفیت زندگی شخصی سازی بشن. برای دستیابی به اهداف قند خون ما خدمات کوچینگ دیابت رو ارائه میدیم تا با برنامه‌ریزی شخصی، آموزش و پشتیبانی مستمر مسیر مدیریت دیابت برای شما آسان‌تر بشه. به مناسبت روز پرستار یه تخفیف کوچولو براتون در نظر گرفتم. کپشن رو بخون، همین الان ثبت نام کن و قدم اول رو برای سلامتیت بردار.